سلامت میکنم دوستان عزیز. من عباسی میلانی هستم. میخوام چند دقیقه در مورد همکاری بلندبخت خودم با پرژن سرکل صحبت بکنم و اینکه این کتاب هایی که لطف کردن چاپ کردن چگونه چاپ شد و چرا به این شکل در اومد. کتاب شاه به انگلیسی که تموم شد، من کتاب رو به فارسی برگردوندم. در واقع فقط ترجمه نکردم، مقداری بهش اضافه کردم، مقداری کم کردم. در چاپ دوم خواهید دید حدود 100 صفحه اسناد بهش اضافه کردیم و چون کتاب معمای هویدا در ایران خیلی پرفروش بود، الان شاید نزدیک به 40 چاپ شده، حد زده میشد که چاپ فارسیش در ایران خیلی پرفروش خواهد شد. به همین خاطر یک گروهی از ناشرین با من تماس گرفتن و گفتن که ما حاضریم از این کتاب 100,000 نسخه چاپ کنیم، در چاپ اول فلان قدرم بهت بدیم، ال بکنیم. و گفتم باشه، خیلی هم موافقم. اولین تماسی که با وزارت ارشاد گرفتن گفتن اصلا و ابدا این فلان شده که من باشم حق چاپ این کتاب رو در ایران نخواهد داشت. با دوست بسیار عزیزم احمد تبریزی صحبت کردم، گفت غلط کردن، خودمون اینجا چاپ میکنیم. گفتم یعنی چی خودمون چاپ میکنیم؟ گفت خود دستگاه ما درست میکنیم، چاپش میکنیم. و گفت ما بنیاد خیریه داریم به اسم پرژن سرکل، ما این کتاب رو همینجا چاپ میکنیم و این کتاب رو اینجا ترجمهش رو یا بازنوشتش رو چاپ کردیم و حروف چینی کردیم، در حالی که نه دوست عزیز من تجربه انتشاراتی داشت، نه من تجربه این که کتاب خودم چاپ بکنم، ولی این کار رو واقعا بیشتر به لطف احمد تبریزی انجام شد و همکارانش، کسانی که کمک کردن، حروف چینی کردن، طرح رو جلد بسیار زیبایی براش کشیدن، صفحه پردازش کردن. و در این فاصله احمد یه فکر بکری هم به نظرش رسید، گفت ما میتونیم اینجا دوستانی داریم که خیلی شیطونن به قول خودش و کار کامپیوتری هم خیلی بلدن و یکی از این دوستان الان روبروی من وایساده، اسمش آرش خانه. گفت اینا میتونن یه برنامه درست بکنن که هر کسی آدرس در ایران داره این کتاب بتونه مجانی بخونه. گمان من این است که اول بار هست که این کار شده. اگرم کسان دیگه کردن من سر تعظیم بهش فرود میارم، ولی این کتاب با اینکه الان به چاپ 4 رسیده، چندین هزار برابرش در ایران خونده شده و طور رایگان در ایران خونده شده. دوستانی که ارقام رو دارند و میتونن برن چک کنن سایت های مختلف، البته بعضی از سایت ها کتاب رو که ناشر که پرژن سرکل بشه برای رایگان در اختیار مردم گذاشته میفروشن و میدونیم که برادران قاچاقچی یعنی سپاه کتاب رو در سطح وسیع چاپ کاغذی هم کردن. یعنی فقط مثلا شو این بود که من نفی نبرم گور پدرشون، کتاب باید خونده میشد و به همت پرژن سرکل در شکلی بی سابقه به گمان من در ایران خونده شد، هم در ایران خونده شد و هم در خارج. گفتم به چاپ 4 رسید و این نمی بود مگر به همت پرژن سرکل، یعنی یک گروهی که سودای فرهنگی داره و سودای سود نداره و حاضره به خاطر کار فرهنگی مخاطره هم بکنه. چاپ این نوع کتاب برای کسی مثل آقای تبریزی و فرید خانوم همسرشون کار بی مخاطره نیست. جمهوری اسلامی شیطنت‌هاش، دناعت‌هاش، بیشرمی‌هاش در سطح جهانی شناخته شده است و همین خاطر اینکه کسی بیاد و مایه بگذاره از وقتش و این مخاطره رو بپذیره حکایت از فرهنگ دوستی عمیقشون داره و این کتاب نمیشد به این شکل چاپ بشه، قطعاً نمیشد در این سطح وسیع در اختیار ایرانی ها در داخل قرار بگیره مگر به لحاظ وجود یک نهادی مثل پرژن سرکل، نهادی که توان مالی داره، میل فرهنگی داره و به آزادی و تبادل افکار آزاد در ایران دل بسته است و به امید یک ایران دموکراتیک حاضر این فعالیت ها رو انجام بده.
اگر ما 10 نهاد مثل پرژن سرکل در خارج از ایران می داشتیم، رژیم آخوندی سانسورش عملاً منتفی می شد، کما اینکه الان عملاً منتفی شده. الان تلاش رژیم برای سانسور غیر میسر شده، ولی وقتی که این کتاب در اومد با اون ابتکارهایی که پرژن سرکل کرد، به گمان من کمک کرد به اینکه یاد بگیریم چجوری با این ملعنت سانسور قرون وسطایی یک رژیم قرون وسطایی مبارزه بکنیم. بعد از نگاهی به شاه، یک بار من با احمد عزیز صحبت کردم در مورد اینکه دکتر فرزانه میلانی که من بخت برادریش رو دارم، بعد از واقعا 30 سال کار کتابی در مورد فروغ فرخزاد نوشته و کتابی است که برای اولین بار بعضی از نامه‌های فروغ به گلستان، برای مثال مصاحبه مفصل گلستان با فرزانه که بدون شک اولین مصاحبه مفصل ابراهیم گلستان هست در مورد فروغ که با فرزانه انجام داده. 14 ساعت با هم صحبت کردن. در واقع نه تنها 14 ساعت صحبت کردن، بلکه 2 بار 14 ساعت صحبت کردن، برای اینکه بار اول که مصاحبه کردن نوارها رو فرزانه از طریق پست خواست بفرسته به آدرس منزلش، گم شد. توطئه انگلیس بود حتما، شاید یا کمک امام زمان به اینها بود که نوارها گم بشه، ولی به همت آقای گلستان و لطف آقای گلستان و همت فرزانه دوباره اون نوارها رو پر کردن و همه اونها گفتم تو این کتاب منعکسه و به نظر من درخشانترین بیوگرافی ادبی، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگیم literary biography، که به زبان فارسی من خوندم حداقل، و در مورد یکی از مهمترین شخصیت هاست و از منظر یک زن فرزانه که فمینیسم خوب میفهمه نوشته شده و یه روایت کاملا تازه‌ای ارائه میده و در ایران بهش اجازه نمیدن. احمد گفت که اگر خواهرت میخواد ما با میل حاضر بینیم چاپ بکنیم. با فرزانه صحبت کردم و هم گفت که بدون شک جایی بهتر از پرژن سرکل که هم همت فرهنگیشو داشته باشه، هم سودای سودش رو نداشته باشه و هم یک کادری داشته باشه که بتونه کتاب رو تزیین روجلد بکنه، صفحه آرایی بکنه، حروف چینیش بکنه، غلطگیریش بکنه، وجود نداره. به همین خاطر اون کتاب هم با همت پرژن سرکل در خارج چاپ شد و در داخل هم میدونم مثل بقیه موارد وقتی که سودی در کار هست برادران قاچاقچی وارد میشن. اون کتاب رو هم در ایران چاپ کردن. اینکه چنین کتاب‌هایی در خارج چاپ میشه و برادران قاچاقچی در ایران چاپش میکنن، تنها ضررش به نویسندگانش نائل میشه که حداقل من تردید ندارم در مورد فرزانه این صدق میکنه، در مورد خودم هم صدق میکنه. مهم نیست، فدای سر ملت ایران کتاب به دست خواننده برسه و سانسور قرون وسطایی این رژیم و زن ستیزی این رژیم شکسته بشه. بهترین پاداش برای کتاب هست. به همین خاطر این کتاب رو هم به همت پرژن سرکل در اینجا در خارج چاپ شد. این رژیم در ایران یکی از مهمترین خصوصیاتش زن ستیزی است و زن هراسی است و یکی از زنانی که بیش از همه باش مسئله دارن، خامنه 1-2 بار از او به واژه فاحشه استفاده کرده و یه بار گفته بود که خوب شد زود مرد، گناهش کمتر شد. یعنی خباثت اندیشه رو میشه در این عبارات دید. هیچ کتاب دیگری من سراغ ندارم که با این دقت و با این جزئیات، با این وسعت نظر و با این بی‌طرفی از یک چنین شخصیتی دفاع کرده باشه و میدونم در سطح گسترده خونده شده، میدونم در سطح گسترده بحث انگیز شد، نقدهای مفصلی در موردش نوشته شد. من تصمیم گرفتم کتابی به اسم 30 چهره بنویسم. خواستم بخشی از خاطراتی که در مورد چهره‌هایی که در زندگیم برای من مهم بودن و به نظرم برای تاریخ ایران، برای درک تاریخ ایران، برای درک چرایی نکبت انقلاب مؤثر و مهم بودن، در بخش‌های کوتاه بنویسم.
و عنوان اولش هم میخواستم بذارم سیما که ما رو یادآور سیمرغ بکنه، برای اینکه فکر میکنم موضوع کتاب در واقع همون ماجرای سیمرغه که میرن دنبال سیمرغ بگردن. 30 مرغ هستن، بس اون قله کوه که میرسن میفهمن سیمرغی در کار نیست، سیمرغ خودشونن. در مورد انقلاب هم سیمرغی یا ابلیسی در کار نیست. انقلاب رو خود ماها تا حد زیادی نقش تعیین کننده داشتیم، چه اونها که سکوت کردن، چه اونها که مبارزه کردن، چه اونها که به غلط مبارزه کردن. و این بخت رو من داشتم که با بسیاری از این افراد از نزدیک آشنا بودم. 30 چهره رو نوشتم و در یه فاصله خیلی کوتاهی نوشتم، برای اینکه کار تحقیقی در واقع نیست، کار دله، یک نوع یه چیزیست در ملتقای اما به داستان کوتاه و یک مقاله کوتاه. تلاشی در جامعیت نداره، فقط تلاش در این صداقت داره که این افراد رو من به همین شکلی که گفتم میشناختم. تصویر جامعی ازشون نیست، یک نگاه امپرسیونیستی به قول چیز من هست از این افراد. و در جلد 1 نوشته بودم که اگر اقبالی به این کتاب بشه من حتما جلد 2 هم می‌نویسم. به همین خاطر مهم بود که کتاب زود چاپ بشه. دوباره همون تیمی که نگاهی به شاه رو صفحه پردازی کرد و حروف چینی کردند، طرح رو جلدش رو کشیدند. در یه فرصت بسیار کوتاه این کتاب در اومد و دوباره به سیاق کتاب شاه، چون در ایران اجازه دوباره بهش ندادن و اول سعی کردم کتاب رو در ایران چاپ بکنم، فرستادم برای نشر نو و نشر نو گفت که درجا رد کردم. اسم دیدن گفتم نه، بر جمعش کن ببر. دوباره پرژن سرکل در یه فرصت بسیار کوتاه این کتاب رو چاپ کرد به مطبوع ترین شکل میسر و دوباره برای استفاده رایگان در داخل این رو در وبسایت گذاشت. من به دقت میدونم که چندین 10,000 بار در سایت های مختلف در ایران دانلود شده و خونده شده. این رو هم به دقت میدونم که برادران قاچاقچی دوباره چاپش کردن و در سطح گسترده پخشش کردن. بعضی از دوستان نادیده من، انسان‌های شریف ایرانی، از ایران برای من نامه میفرستن که ما این کتاب رو مجانی مثلا دانلود کردیم، قیمتش رو به این مقدار واریز کردیم به حساب فلان بنیاد خیریه، چون در سایت ایران پرژن سرکل گفته شده که اگه کتاب رو دانلود میکنید میخواید پولی بدید به خیریه مورد علاقتون بدید. و این تشویق باعث شد که جلد دومش رو هم به همون سرعت بنویسم. اینا کتاب هایی است که من کتاب شاه واقعا نزدیک شاید 10 سال طول کشید تدوینش، ولی هر دوی این کتاب ها در یک فاصله بسیار کوتاهی نوشته شد. جلد دوم تازه به چاپ رسیده و امیدوارم در همین 1-2 هفته آینده از امروزی که 15 ژوئن هست و برای رونمایی از کتاب به تورنتو من اومدم بتونیم در سایت بذاریم برای اینکه در داخل ایران خونده بشه. مخاطب اصلی خب ایرانیان هستند برای کتاب فارسی و اکثر ایرانیان در داخل ایران زندگی میکنن و چون امکان چاپش در ایران نیست، رژیم باید بفهمه که امکان نامیسر کردن خوندنش دیگه براش میسر نیست. شما میتونید، تنها کاری که میتونید بکنید اینه که نویسنده را از حق تألیفش محروم بدارید، ولی این امید رو که بتونید مردم ایران رو از خوندن این کتاب ها محروم بکنید باید دیگه به گور ببرید، برای اینکه هم نهادهایی هست مثل پرژن سرکل و هم پدیده‌ای هست مثل فضای مجازی. کتاب ها رو میتونید در فضای مجازی ببینید و بخونید و هیچ غلطی به قول آقای خمینی نمیتونید بکنید. در واقع من برای رونمایی از 3 کتاب
به این سفر آمدم. یکی جلد دوم همین 30 چهره است، یکی چاپ 4 نگاهی به شاه هست و یک چاپ خارج از کشور از یک کتابی که من با یک همکارم در ایران نوشتیم به اسم انسانگرایی در سعدی. در ایران اون کتاب چاپ شد ولی پخش گسترده پیدا نکرد. چاپ 3 یا 4 الان در خارج اصلا پخش نشد. به همین خاطر دوباره به همت پرژن سرکل از اون کتاب یک چند صد نسخه چاپ شده برای اینکه در خارج قابل دسترسی باشه. صحبت دومم که فردا خواهد بود، امروز 15 ژوئیه است، صحبت در مورد این 3 کتاب خواهم کرد. فردا در مورد کتابی که در دست تهیه دارم قراره صحبت بکنم. من تصمیم گرفتم که باید کتابی در مورد یا میخوام، شاید باید نداره، کتابی در مورد رضا شاه بنویسم. در واقع بحث دوران پهلوی با کتاب معمای هویدا شروع شد، نگاهی به شاه بود، بعد کتابی به اسم نامداران ایران بود که 150 نفر از ایرانیان مهم دوران محمد رضا شاه بودند. ولی در همه این 3 کتاب یک سایه دائمی وجود داره، اون رضا شاهه. و به این نتیجه رسیدم که این بحث هویدا، نامداران ایران، محمد رضا شاه بدون بحث رضا شاه کامل نیست. و الان مدتی است که مشغول تدارک کتاب رضا شاه هستم و چون بالاخره وقتی کتاب بخواد در بیاد دوباره باید بیام در همینجا، فکر کردم که آغازش رو همینجا اعلام بکنم و در واقع بگم که این کتاب در راه هست و بگم که چرا این کتاب اهمیت داره. فقط در مورد دوران پهلوی نیست. این کتاب در واقع به گمان من شاید ریشه یابی اصلی انقلاب 57 هم هست. انقلاب 57 به گمان من بیش از اون که انقلاب علیه محمد رضا شاه باشه، انقلاب علیه رضا شاهه. برای اینکه آخوندها تمام اون چیزهایی رو که رضا شاه ازشون گرفت پس گرفتن و تمام تلاششون در دوران محمد رضا شاه پس گرفتن همونها بود. پس گرفتن اوقاف، پس گرفتن قوه قضاییه، پس گرفتن دوران نظام آموزشی. به علاوه این دفعه تمام مملکت هم هپلو خوردن و ملاخورش کردن به قول معروف. ولی دعوای تاریخی و دعوای سیاسی، دعوای فرهنگی اساساً با سیاست‌های دوران رضا شاه بود و تجدد دوران رضا شاه بود. در کتاب نگاهی به شاه من به تفصیل نشون دادم که شاه عملاً در همه جنبه‌ها سیاست‌های پدرش رو دنبال می‌کرد، به استثنای یک جنبه. پدرش روی آخوند رو کم کرد و آخوند رو به حضور در مسجد محروم کرد و محمد رضا شاه به لحاظ اینکه نگران جنگ سرد بود روی آخوند رو زیاد کرد، اجازه فعالیت داد، اجازه گستردگی فعالیت داد، اجازه تأسیس مساجد تکیه و حوزه و چاپخونه و انتشاراتی و مجله گسترده به اینها داد، اجازه تشکیل پدیده حجتیه رو به اینها داد که در واقع فقط یک هدف داشت، مبارزه با بهاییت بود. همه اینها حاصلش وقتی که رژیم به بحران رفت این بود که آخوندها از همه متحدتر، متجهزتر و متشکلتر بودند. چنین امکانی در دوران رضا شاه وجود نداشت. در دوران رضا شاه آخوندها محدود بودند به مساجد و محدود بودند به اینکه حتی برای لباس آخوندی پوشیدن از دولت اجازه بگیرن. الان هر کسی در هر جای ایران هر لباسی میخواد بپوشه باید از آخوندی لباس اجازه بگیره. البته مردم اجازه نمیگیرن، زنان پیشگام این عدم اجازه گرفتن هستن، ولی دعوا به گمان من سر لحاف ملا بود که رضا شاه ازشون گرفت و اینها با ربح مضاعف سعی کردن پس